سلام، وقتتون بخیر باشه. میخوایم که با هم دیگه این باندانای خیلی شیک رو ببافیم. میتونید باف رو ادامهش بدیم، به صورت اشارپ هم استفاده کنید. پترن بافت ما کلا 2 رجه که این 2 رج تکرار میشه و یه بافت حاشیه داریم لبه کارمون که حالا این حاشیه هم کاملا سلیقه‌ایه، میتونید بافتش هم انجام ندید، لبه کار به صورت ساده باشه. و این قسمت انتها رو من براش بند بافتم که بتونم با این بند دور سر باندانا رو ببندم. ببینید لبه کار رو یه بافت فوق‌العاده تمیز و یک دستی هستش. برای بافت باندانا هر نوع نخی که دوست داشته باشین میتونید استفاده کنید. انتخاب نخ کاملا سلیقه‌ای هست و بستگی داره به بودجه‌تون. فقط نخی که انتخاب میکنید ضخیم نباشه. هرچی نختون ظریف‌تر باشه این باف لخت‌تر میشه و شیک‌تر روی سر قرار میگیره. من از یک کاموای دولایه ترک استفاده کردم و قلاب شماره 275 تولیپ میخوام استفاده کنم. البته این رو با 2.5 بافتم، مجبور شدم یکم دستم رو شلتر بگیرم توی بافت. الان میخوام از قلاب 275 استفاده کنم. بریم باف رو شروع کنیم. برای شروع بافتم من از حلقه جادویی استفاده میکنم. بهتون میگم چی کار کنید که پایین کارتون حالا حلقه جادویی باز نشه و محکم بشه، ولی اگر دوست داشتین میتونید حالا زنجیره هم بزنید. میام یه دونه حلقه جادویی میزنم، فقط یه کوچولو نخ رو بلندتر میگیرم که بتونم پایین کارم رو محکمش کنم. خب قلاب رو رد میکنم از داخل حلقه رد میکنم، نخ رو به سمت روی کار میارم، یه دونه زنجیره میزنم، این قسمت حلقه رو محکمش میکنم. پایه‌ای که میخوام ببافم اگر بافتش براتون سخته میتونید به جاش 3 تا زنجیره بزنید و شروع کنید باف رو، ولی اگر این پایه رو تمرین کنید و ببافین لبه کارتون خیلی تمیز در میاد و نیاز نداره که دیگه دورگیری کنید. نخ رو اندازه یک پایه بلند میکشمش، آزاد میکنم، شستم و میذارم رو نخ، قلاب رو بر میگردونم به سمت پشت، میرم داخل حلقه، قلاب رو رد میکنم، نخ رو میگیرم میارم رو و 2 تا پایه بلندم رو به این شکل کورش میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، نخ دور قلاب، دوباره داخل حلقه، یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و دوباره داخل حلقه یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. یه دونه زنجیره میزنم، دوباره یه دونه پایه بلند. خب این نخ کوتاه رو میکشم، حلقه وسط رو کاملا جمعش میکنم. باف رو بر میگردونم به سمت پشت، نخ رو میکشم، اندازه 1 پایه بلند آزادش میکنم. شستم رو روی نخ قرار میدم. ببینید اینجا اگر باف براتون سخته 3 تا زنجیره بزنید، باف رو برگردونیم به سمت پشت و پترن باف هرچی هست انجامش میدیم. 3 تا زنجیره میشه یه دونه پایه بلند، یعنی میشه پایه بلند اولمون. خب من چون از 3 تا زنجیره استفاده نمی کنم پایه رو به این شکل می بافم. نخ رو اندازه 1 پایه بلند میکشم، آزاد میکنم، شستم رو میذارم رو نخ، قلاب رو بر میگردونمش به سمت پشت، میرم زیر زنجیره اول، یعنی همین بالای پایه اولم قلاب رو رد میکنم، نخ رو میارم رو و حالا 2 تا پایه بلندم رو به این شکل کورش میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، نخ رو میندازم دور قلاب، دوباره روی همین زنجیره اولم که این پایه بلند رو بافتم. ببینید اگر 3 تا زنجیره میزنید میشه 3 تا زنجیره و این پایه دوم رو میبافید. با من اینجا میام دوباره یه دونه پایه بلند میبافم روی همون زنجیره اول، روی پایه اولم 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی، روی این پایه از زیر زنجیره بالای پایه بلند قلابم رو رد میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره، نخ روی قلاب، دوباره روی این 3 تا زنجیره. ببینید این قسمت 3 تا زنجیره که زدیم میشه وسط کارمون، روی این 3 تا زنجیره یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه پایه بلند، 1 2 3 3 تا زنجیره و دوباره همینجا یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره میزنم. ببینید میام روی این پایه بلند،
از زیر زنجیره بالای پایه قلابم رو رد میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. 2 تا زنجیره، نخ نازک قلاب ضخیمه، یه خورده سخت بافته میشه، از زیر زنجیرها رد میکنیم. اگر براتون سخت بود میتونین قلاب ظریفتر استفاده کنید، ولی زنجیره هاتون رو شل ببافین، چون اگر زنجیره ها رو صفر ببافین بافتتون جمع میشه. حالا توی این رج نه، توی رج بعدی که بهتون میگم. نخ رو میندازم دور قلاب. ببینید پایه بلند رو که به این شکل میبافیم، بالای پایه یه زنجیره ایجاد میشه. البته من این پایه رو توی آموزش های قبلی هم بهتون گفتم بافتش رو. ببینید بالای پایه دقیقاً روی خود پایه یه زنجیره ایجاد شده. قلاب ضخیمه، یه خورده سخت رد میشه. خب از زیر زنجیره کامل زیر گندمی، ببینید دقیقاً بالای پایه. اگر زنجیره زدید میشه روی زنجیره سوم. قلابم رو رد میکنم، نخو میارم رو، یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره و دوباره یه دونه پایه بلند همینجا روی همین زنجیره. ببینید به این شکل در میاد رج دوممون. حالا باف رو برمیگردونم، انتهای کار رو یه خورده شلتر کور میکنم که زنجیرم شلتر بشه، چون قلابم ضخیمه. نخ رو اندازه 1 پایه بلند میکشم، آزاد میکنم، شستم و میذارم رو نخ، قلاب رو برمیگردونم به سمت پشت و میام زیر زنجیره اولم قلاب رو رد میکنم، نخ رو میگیرم میارم رو. ببینید نخ روی قلاب از حلقه نخ و دور نخم رد میکنم، نخ روی قلاب، 2 تای باقی مونده رو کاملش میکنم. یه دونه زنجیره میزنم، نخ رو میندازم دور قلاب. ببینید ما توی تمام رج هامون شروع بافتمون به این شکله، یه دونه پایه بلند، یه زنجیره، یه دونه پایه بلند روی همین پایه اول. حالا اگر 3 تا زنجیره زدید میشه 3 تا زنجیرتون یه دونه پایه بلند، یه زنجیره اضافه میکنید و پایه بلند دوم رو دوباره روی همین پایه اول میبافین. میام زیر همین زنجیره بالای پایه اول قلاب رو رد میکنم و یه دونه پایه بلند میبافم. یه دونه زنجیره میزنم، نخ روی قلاب، روی پایه دوم. این پایه دومی که دارم از زیر زنجیره قلابم رو رد میکنم و یه دونه پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره اینجا، 3 تا زنجیره رو خیلی شل ببافین، صفر ببافین بافتتون جمع میشه. ببینید با اینکه قلاب من ضخیمه ولی زنجیره رو بازم شل بافتم. نخ روی قلاب، میام روی پایه بلند بعدی. با این زنجیره ها هیچ کاری ندارم، روی پایه بلند بعدی که میشه این قسمت وسط کارم، روی این پایه بلند یه دونه پایه بلند میبافم، از زیر زنجیره بالای پایه قلاب رو رد میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، میام رو 3 تا زنجیره این قسمت وسط کار، یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و دوباره همینجا یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره روی پایه بلند بعدی. ببینید کار به صورت قرینه هستش، شما هر بافتی که اینجا سمت راست کارتون داری سمت چپ هم تکرار میشه. پس یه دونه زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی، از زیر زنجیره قلاب رو رد میکنم، یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره، نخ روی قلاب، میام این قسمت لبه کار روی این 2 تا پایه بلندی که داشتم، روی پایه اول یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم، روی پایه بلند آخر لبه کار از زیر گندمی بالای پایه قلاب رو رد میکنم. ببینید زیر گندمی کامل یا زیر زنجیره کامل قلاب رو رد میکنم، اینجا یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره و دوباره همینجا روی همین زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم. خب ببینید الگوی بافت ما گفتم کلا 2 رج پترن، رج 2 و 3 تکرار میشه و هی کارمون بزرگتر میشه. حالا باف رو برمیگردونم، نخ رو اندازه 1 پایه بلند میکشمش، آزاد میکنم، شستم و میذارم رو نخ و قلابم رو برمیگردونمش به سمت پشت، میرم زیر زنجیره اولم، قلاب رو رد میکنم، نخ رو میارم رو،
دو تا پایم رو کور میکنم مثل بافت پایه بلند، حلقه نخ، دور نخ و 2 تای باقی مونده. ببینید اینجا رو میبینید یه گندمی ایجاد شد. وقتی که برمیگردیم روی این گندمی، روی این زنجیره ما باید پایه بلند برگشتمون رو ببافیم. اگر فکر میکنید این گندمی رو گمش میکنید، زنجیره بالای پایه رو، میتونید همینجا که کور کردید نختون اومد روی این گندمی یه دونه نشونه گذار بذارین که این زنجیره فراموش نکنید، توی برگشت راحت بتونید پیداش کنید. خب یه دونه زنجیره میزنم، دوباره میام روی همین زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم. این ثابته تا انتها، یه پایه بلند، یه زنجیره، یه دونه پایه بلند. حالا توی این رشت 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، نخ روی قلاب، روی پایه بلند بعدی دوباره، ببینید روی این پایه بلند، اینجا یه دونه پایه بلند میبافم. 2 تا زنجیره، روی این 3 تا زنجیرم یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره. خب ببینید اینجا روی این پایه بلندم یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، میرسم به این قسمت وسط کار، روی این 3 تا زنجیره این وسط کارم یه دونه پایه بلند، 3 زنجیره، یه پایه بلند، یه دونه پایه بلند، 1 2 3 و دوباره همینجا یه دونه پایه بلند. ببینید الان بافت سمت راست سمت چپ تکرار میشه. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدیم یه دونه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره. خب روی پایه بلند بعدی دوباره از زیر زنجیر قلاب رد میکنم، یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، میام روی این 3 تا زنجیرم اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره، نخ روی قلاب، روی پایه بلند بعدی از زیر زنجیر قلاب رد میکنم، یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، روی ببینید اینجا روی این پایه بلندم یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، میام روی پایه این قسمت لبه کارم از زیر زنجیره دوباره قلاب رد میکنم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره و دوباره همینجا روی این زنجیرم یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید بافت به این شکل در میاد. حالا بافت رو بر میگردونم، نخ رو اندازه 1 پایه بلند میکشم، آزاد میکنم، شستم رو نخمه، قلاب رو بر میگردونمش به سمت پشت، میرم زیر زنجیره اولم، قلاب رو رد میکنم، نخ رو میگیرم میارم رو، نخ روی قلاب از داخل حلقه نخ، دور نخ و اینم 2 تای باقی مونده، یه دونه زنجیره میزنم، میام دوباره روی همین پایه اول یه دونه پایه بلند میبافم. خب اینجا یه دونه پایه بلند، یه زنجیره، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره میزنم، نخ روی قلاب، میام روی پایه بلند بعدی، ببینید روی این پایه بلند یه دونه زنجیره، روی پایه بلندم یه دونه پایه بلند میبافم، 3 تا زنجیره، نخ روی قلاب. خب اینجا این 2 تا زنجیره پایه کوتاه و 2 تا زنجیره رها میکنم، روی پایه بلند بعدیم یه دونه پایه کوتاه. ببینید در اصل میتونم بهتون بگم رج 1 2 3 رج 4 و رج 5 مون از اینجا به بعد تکرار میشه، پس دقت کنید به رج 4 و رج 5. 3 تا زنجیره، نخ روی قلاب، میام روی پایه بلند بعدی، دوباره یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی. ببینید با این 2 تا زنجیره پایه کوتاه و 2 تا زنجیره هیچ کاری ندارم، روی پایه بلند بعدی از زیر زنجیر قلاب رد میکنم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره میزنم اینجا،
میام روی 3 تا زنجیره این قسمت وسط کار، یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و دوباره همینجا روی این 3 تا زنجیرم یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید به این صورت 3 تا زنجیره. الان بافت سمت راست سمت چپ تکرار میشه. رو پایه بعدی یه دونه پایه بلند، 1 2 3 3 تا زنجیره، دوباره روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره، روی پایه بلند بعدی دوباره یه پایه بلند. خب رسیدیم به لبه کارمون، یه دونه زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند لبه کار. ببینید از زیر زنجیره قلابم رو رد میکنم، اینجا یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، دوباره همینجا یه دونه پایه بلند. ببینید در اصل الان لبه کارم 2 تا فضای تک زنجیره‌ای دارم. میبینید 3 تا پایه بلند پشت همه و 2 تا فضای تک زنجیره‌ای. حالا باف رو برمیگردونم، رج 4م هر بافتی که داشتم تکرار میشه. الان باید به رج 4 نگاه کنیم. ببینید چی کار انجام دادید. اومدیم پایه اول رو بافتیم، پایه اولم رو میبافم، لبه کار زیر زنجیره اول رد میکنم، این پایه بلند اولم، یه دونه زنجیره، دوباره رو همین زنجیره یه دونه پایه بلند. خب ببینید رج 4 رو ما بعد از این پایه وی شکل اومدیم 2 تا زنجیره زدیم، روی پایه بعدی یه پایه کوتاه، دوباره 2 تا زنجیره، رو پایه بعدی یه پایه بلند. اینجا هم الان به همین شکله، 2 تا زنجیره، رو پایه بلند بعدی یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، دوباره رو پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، رو 3 تا زنجیرم یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، روی پایه بلند یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، رو 3 تا زنجیرمون یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، روی پایه بلند یه دونه پایه بلند، 2 تا زنجیره، میام رو 3 تا زنجیرم یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، روی پایه بلند یه دونه پایه بلند. خب ببینید به این قسمت وسط کار که میرسیم، اینجا یه دونه زنجیره پایه بلند داریم، 2 تا زنجیره میزنم، با زنجیره کاری ندارم، روی پایه بلند بعدی یه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره میزنم، رو 3 تا زنجیره این قسمت وسط کارم، اینجا یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و دوباره همینجا یه دونه پایه بلند میبافم. خب حالا بافت سمت راست سمت چپ تکرار میشه، یعنی ما 2 تا زنجیره میزنیم، روی پایه بلند بعدی اول یه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره و روی پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند. ببینید این قسمت وسط به این شکله. حالا 2 تا زنجیره، رو 3 تا زنجیرم یه دونه پایه کوتاه میبافم، 2 تا زنجیره، رو پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند. اینو ادامهش میدم دوباره تا برسم به انتهای رجم. به انتهای رج که رسیدم 2 تا زنجیرم رو میزنم. ببینید رو این تک زنجیر رها میکنم، رو پایه بلند بعدی یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره، میام این قسمت لبه کار، با تک زنجیره کاری ندارم، رو زنجیره بالای پایه بلند لبه کارم، از زیر زنجیره بالای پایه قلاب رو رد میکنم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره و دوباره همینجا روی همین زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم به این شکل. خب باف رو برمیگردونم. الان رج چند بود؟ 1 2 3 4 رج پنجم. دوباره رج پنجممون تکرار میشه. پایه اولم رو روی این زنجیره اول میبافم، یعنی اینجا روی زنجیره اول ما یه پایه وی شکل داریم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، دوباره همینجا روی این زنجیره یه دونه پایه بلند، یه پایه وی شکل داریم. خب بعد از پایه وی شکل یه دونه زنجیره میزنیم، میام روی
پایه بلند بعدیم یه دونه پایه بلند میبافم. ببینید اینجا این تک زنجیر رها میکنم، رو پایه بلند بعدی یه دونه پایه بلند میبافم. 3 تا زنجیره میزنم، میام این 2 تا زنجیره پایه کوتاه 2 تا زنجیره رها میکنیم، روی پایه بلند بعدیمون دوباره یه دونه پایه بلند. ببینید زنجیره ها رو شل ببافین. 3 تا زنجیره رو پایه بلند بعدی دوباره یه دونه پایه بلند به این شکل. 3 تا زنجیره رو پایه بعدی یه پایه بلند. با 2 تا زنجیره ها و پایه کوتاه هیچ کاری نداریم. 3 تا زنجیره میام اینجا رو پایه بعدی دوباره یه پایه بلند. 3 تا زنجیره روی پایه بعدی یه دونه پایه بلند. یه دونه زنجیره میزنم. ببینید به قسمت وسط رسیدم. یه دونه زنجیره روی این 3 تا زنجیره قسمت وسط یه دونه پایه بلند. 3 تا زنجیره و دوباره همینجا روی این 3 تا زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم. یه دونه زنجیره میزنم روی پایه بلند بعدیم یه دونه پایه بلند میبافم. این قسمت وسط. حالا دوباره سمت چپ همین بافت تکرار میشه. دیگه بقیه بافتمون تکراره. گفتم رج 4 و 5 تکرار میشه تا حالا هر اندازه‌ای که میخواید اندازه بافتتون باشه. اگر برای باندانا میخواید استفاده کنید باید این لبه کارتون، این قسمت دو سر کارتون به پشت سرتون برسه. حالا اگر دوست دارین که بلندتر باشه میتونید بلندتر ببافین، اگر نه دوست دارین کوتاه باشه بند کشیده بشه بسته بشه که خب حالا اندازه کاملا دیگه سلیقه‌ایه. من اینجا این رج های چیز رو بشمارم براتون. ببینید از اینجا میشمارم رجی که 2 تا زنجیره پایه بلند بافتیم، 2 تا زنجیره پایه بلند 2 تا زنجیره پایه کوتاه، این رج رو میشمارم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 رج رو بافتم. ولی اندازه رو با متر بهتون بگم. قسمت وسط کار حالا با بافت حاشیه میخوام بهتون بگم و من اندازه‌ای که دارم میگم بخار داده هستش. 28 سانت شده. اندازه هم کاملا سلیقه‌ایه. خب این قسمت طول کارم هم شده 56 سانت. این قسمت هم شده 56 سانت. اندازه کاملا سلیقه‌ای هستش و ممکنه بخارم ندین، این کوچیک‌تره دیگه جمع‌تر میشه. وقتی که بخار میدیم بازتر میشه. این رو هم در نظر بگیریم و یه بافت حاشیه هم داریم. اینجا ما بعد از این رج پایه بلند 3 زنجیره پایه بلند 2 رج بافت حاشیه داریم. پس من بافتم رو ادامهش بدم کاملش کنم تا برسیم به بافت حاشیه. فقط این قسمت وسط رو هم بهتون بگم نخش رو چی کار کنید. ببینید این نخ وسط کار رو من چون حلقه جادویی استفاده کردم که کاملا بکشمش جمع بشه زنجیره نزدم، نخو بلندتر میگیرم، از سوزن استفاده میکنم، میام زیر پایه ها این نخ رو 1 دور دیگه کامل میچرخونم. ببینید 1 2 دور میچرخونم که این حلقه وسط این یک بار دیگه هم میچرخونم. این دیگه باعث میشه که نخ حلقه وسط یک لا نباشه، محکمتر بشه و این موقع شستشو استفاده باز نشه. حالا این نخ اضافه رو با همینجا با سوزن میبرم زیر پایه هام، میکشمش حالا به سمت بالا رج بعدم زیر پایه هام کاملا مخفیش میکنم. این دیگه باعث میشه که این باز نشه، حلقه وسط هم کاملا محکم میشه. دیگه اینجا میتونید اضافه نختون رو قیچیش کنید به این شکل. ببینید لبه کار اینجا کاملا محکم میشه، دیگه بازم نمیشه. بافت رو کاملش کنم برسیم به بافت حاشیه. بافتم به اون اندازه‌ای که میخواستم رسید. الان میخوام حاشیه کار رو ببافم. لبه کار رو ببینید چقدر یک دست در اومد. البته من تا اینجای کار رو بخارش دادم، اون 2 رج آخر رو هم باید جدا بخار بدم. ببینید اگه الان این رو روی این خط چوب میزم بذارم نگاه کنید کاملا صاف و یک دست هست، یعنی نه 1 میل پایین تره نه 1 میل بالاتره. به این شکل لبه کارتون باید صاف در بیاد. برای بافت حاشیه میام
بافتم رو برمیگردونم، نخ رو اندازه یک پایه بلند میکشم، آزادش میکنم، شستم رو نخمه، قلاب رو برمیگردونم به سمت پشت و زیر زنجیره اول قلاب رو رد میکنم، نخ رو میارم رو، دو تا پایه بلندم رو کورش میکنم، یه دونه زنجیره میزنم، دوباره روی همین زنجیره یه دونه پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره روی پایه بلند بعدی، دوباره یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره روی پایه بلند بعدی هم یه دونه پایه بلند. ببینید به این شکل یه دونه زنجیره میزنم، میام روی 3 تا زنجیرم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره رو پایه بلند بعدی، یه دونه پایه بلند. ببینید این رژ به این شکل بافته میشه، یه دونه زنجیره رو 3 تا زنجیره. از زیر این فضای خالی که دارم قلاب رو رد میکنم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره رو پایه بلند بعدیم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، دوباره رو 3 تا زنجیره، یه پایه بلند. به همین شکل ادامه میدم تا برسم به این قسمت وسط کارم. به این قسمت وسط کار که رسیدم، این پایه رو که بافتم رو شد، ببینید اینجا یه زنجیره دارم، یه دونه پایه بعدش، روی پایه بعد هم یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره میزنم، میام این قسمت روی این 3 تا زنجیرم مثل رچهای قبلم، یه دونه پایه بلند، 3 تا زنجیره و دوباره همینجا یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، میام روی پایه بلند بعدیم، یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره روی پایه بلند بعدی هم یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره، دوباره این بافت سمت راست سمت چپ هم تکرار میشه، رو 3 تا زنجیرمون یه دونه پایه بلند، یه دونه زنجیره روی پایه بعدی، یه دونه پایه بلند. ادامهش میدم تا برسم به انتهای رجم. باف رو ادامه دادم، رسیدم به انتهای رج. الان اینجا میخوام نخ رو بچینم. چرا؟ ببینید من این قسمتی که اومدیم، این رجی که 2 تا زنجیره، یه پایه بلند، 2 زنجیره، یه پایه کوتاه بافتیم و اینو روی کارم در نظر گرفتم. رجی که یه دونه پایه بلند، 3 زنجیره، یه پایه بلند داشتیم رو پشت کار در نظر گرفتم، برای اینکه اینطوری نمای قشنگتری داره روی کار. حالا ببینید من الان به سمت روی کار این رج آخر رو، این ببخشید رج یه دونه پایه بلند، یه زنجیره که الان بافتیم رو، این رو بافتم. الان اگه بخوام برگردونم رج بعدی رو ببافم، میشه پشت کارم، یعنی رج آخر بافت حاشیه‌مون پشت کار میفته به سمت روی کار، برعکس میشه. برای همین میام اینجا نخ رو میچینم. خب با یه سوزن این نخ رو اینجا میبرم پشت کارم. زیر پایه ها رد میکنم که هم کارم محکم بشه، هم این نخ دیگه باز نشه. ببینید الان این روی بافت من هستش، این رو بافتم اومدم به انتها، باید رج بعدی رو که میبافتم باید از پشت میبافتم، الان میخوام از همون روی کار ببافم که رج آخر حاشیه، ببینید رج آخر حاشیه مثل این قسمت روی کار بیفته. میام نخم رو دوباره وصل میکنم از همین قسمت روی کارم، این رج 2 زنجیره
یه پای بلند 2 زنجیر پای کوتاه الان روی کاره، اینم روی کارمه. اینجا میام روی پای بلند اول نخم رو وصل میکنم. به هر شکلی که بلدین میتونید وصل کنید. روش من یه کوچولو ممکنه براتون سخت باشه، میتونید بیاید به این صورت یه دونه زنجیره بزنید، نخ روی قلاب، روی پای بلند اول ببینید از زیر زنجیره قلاب رو میتونیم رد کنیم و پای بلندمون رو ببافیم. منتها میبینید یه گره قبل از پای بلند ایجاد شد، این زنجیره‌ای که زدیم هر چقدر بکشین کورش کنید باز یه گره است. برای اینکه این کارم تمیزتر در بیاد میام این کار انجام میدم. اینجا این زنجیره بالای پایه، لپ پشتی رو فقط میگیرم، لپ دومو نخم رو وصل میکنم، یه کوچولو نخ بلندتر میگیرم که بتونم ببرم پشت کار. خب حالا میام نخ رو اندازه 1 پای بلند میکشم، آزاد میکنم، قلاب رو بر میگردونم به سمت پشت. حالا میام از زیر زنجیره کامل قلابم رو رد میکنم، نخ رو میگیرم میارم به سمت رو و دو تا پای بلندم رو کورش میکنم، دقیقا مثل هم بافت پای بلنده لبه کار که داشتیم. دیگه اون گره‌ای که قبل از پای بلند بود اون گره رو نداریم و یه پای بلند کاملا صاف داریم لبه کار. اینجا اگر میخواید که این باف رو به صورت باندانا دارید میبافیم و دوست دارین که بند داشته باشه، اینجا باید بند رو ببافیم، چون ما دیگه نمیایم این قسمت لبه کار حاشیه ببافیم. میام اینجا بندی که میخوام رو میبافم. بعد از پای بلند اون تعداد زنجیره‌ای که نیاز دارید برای بند رو، تعداد زنجیرم رو میزنم. هر چقدر که دوست داریم بلندای بند باشه زنجیره بزن، که من اینجا 90 تا زنجیره زدم با این ضخامت نخی که داشتم. حالا اینجا من انتهای بند رو اومدم یه حالت این چی بهش میگم بیلبیلک بافتم، من بهش میگم بیلبیلک. یه این قسمت رو مثل این لبه کار حاشیه که داشتیم 3 تا پایه یکی شده داریم، این قسمت رو هم به همین شکل بافتم. انتهای بند رو میتونید این باف رو هم انجام ندید، بیاید روی بند حالا پای کوتاه ببافین، پای بلند ببافین یا بست بزنید دوباره برگردین و بافت حاشیه رو ادامش بدین. برای بافت این حالا کاری که من انجام دادم 3 تا زنجیره میزنم، میام روی از بالا روی 4مین زنجیره، 1 2 3 رو 4مین زنجیره. سه تا پای بلند نیمه می بافم، 1 2 نخ آخر رو نگه می دارم، کامل نمی کنم و اینم 3. حالا این 3 تا پایه رو با هم یکیش می کنم به این شکل و الان 4 تا زنجیره می زنم، 2 3 4. میام روی این زنجیره اولی که زدم از ببینید انتهای دونه این نخی که دارم قلاب رو رد میکنم، اینجا هم 3 تا پای بلند نیمه، 1 2 3. خب این 3 تا پایه یکی میشه. حالا این 2 تا پایه هایی که یکی کردم رو میذارم روی همدیگه به این شکل و میام زیر این زنجیره اول که پایه ها رو روش بافته بودم، ببینید به این صورت. اینجا بگیرم که راحت تر مشخص بشه. نخو میارم این سمت کار، از زیر زنجیر قلاب رو رد میکنم، این نخو میگیرم یه بست میزنم به این شکل وصل بشه روی هم دیگه. حالا بر میگردم روی هر یه دونه زنجیری که دارم. ببینید این زنجیری که دارم من فقط نخ بالای زنجیره رو میگیرم، یه دونه بست میزنم، بر میگردم، اینطوری هم بندم ضخیم‌تر میشه، همین که این نخ برمیگرده به سمت پایین و دیگه نخم رو قطع و وصل نمی‌کنم. حالا اینجا اگر دوست داشتین بندتون پهن‌تر باشه میتونید پایه کوتاه ببافین یا حتی پایه متوسط، پایه بلند هم میشه بافتش، بس محکم تره. میام ببینید این نخ بالای زنجیره، این زنجیره رو به خودمه، روی زنجیره ها این نخ بالایش رو میگیرم، نخو میارم روی یه دونه بست میزنم. به همین شکل روی هر زنجیره
یه بست میزنم، برمیگردم به سمت پایین. فقط دقت کنید که این بستایی که میزنید یا حالا همون زنجیره‌ای که دارید میبافین دستتون رو خیلی صفر نگیرین توی باف که زنجیره ها جمع بشه، یه مقداری شلتر ببافین. این رو ادامهش میدم تا برسم به انتهای زنجیره ها. بست زدم، رسیدم به زنجیره آخر. حالا میام این نخ رو روی پای بلند آخرم وصلش میکنم، مثل بافت پیکوت که میخوایم ببافیم. میایم این دوتا نخ جلوی پایه رو میگیریم. ببینید این زنجیره بالای پایه است، وسط گندمیش این هم نخ خود پای بلنده. این دوتا رو رد میکنم، قلابم و یه بستم اینجا میزنم، این بند رو روی پای بلندم وصل میکنم. حالا بریم برای بافت حاشیه. ببینید الان بند رو بافتم بدون اینکه نخم رو قطع و وصلش کنم. دوتا زنجیره میزنم، میام روی پای بلند بعدی از زیر زنجیره قلاب رو رد میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم اینجا. خب دو تا زنجیره روی پای بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پیکوت. روی پای بلند بعدی از زیر زنجیره قلاب رو رد میکنم، یه پایه کوتاه. پای کوتاه رو خیلی صفر نبافین که بشه قلاب رو رد کرد و پیکوت و بافت. 3 تا زنجیره میزنم. ببینید این زنجیره آخرمونه، این نخ جلویش، این نخ جلویی پشت نخ جلویی پای کوتاه رو میگیرم، نخ رو میارم رو و یه دونه بست میزنم به این شکل. حالا 2 تا زنجیره میزنم و میام روی پای بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه میبافم. 2 تا زنجیره روی پای بلند بعدی، 3 تا پای بلند نیمه. 1 نخ آخر رو نگه میدارم، پایه رو کاملش نمی کنم. نخ من گیری کرد. 1 2 اینم 3. حالا میام این 3 تا پایه رو یکیش میکنم. 3 تا پایه رو که یکی کردم یه پیکوت میبافم، 3 تا زنجیره میزنم. این 3 تا زنجیره رو کجا وصل میکنم؟ ببینید این زنجیره آخرمون، این گندمی که دارم اینجا، وسط این زنجیره و این 3 تا پایه با هم رد میکنم قلابم و این 3 تا نخ رو هم میگیرم. الان روی قلاب من، یعنی قلاب من وسط این زنجیره آخر و وسط این 3 تا دونه که یکی شده بود رد شد. نخ رو میگیرم میارم رو. ببینید از داخل حلقه نخم در میارم، یه بست زدم. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پای بلند بعدیم اینجا از زیر زنجیره قلاب رو رد میکنم، یه دونه پایه کوتاه میبافم. کارم رو وصلش کردم. ببینید به این صورت. 2 تا زنجیره روی پای بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پیکوت. 3 تا زنجیره میزنم، این 2 تا نخ رو میگیرم، یه دونه بست میزنم، اینو وصلش میکنم. دوباره 2 تا زنجیره رو پای بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه. ببینید ما روی، اینطوری بهتون بگم که بهتر متوجه بشین، اینجا ما اومدیم تو فضاهای 3 تا زنجیره‌مون پایه بلند بافتیم. روی یکی از این 3 تا زنجیره پای بلندایی که بافتیم یه پایه 3 تا یکی شده بافته میشه. روی پای بلند بعدی که توی فضای 3 تا زنجیره بافته شده یه دونه فقط بالای پای کوتاهمون پیکوت. دوباره ببینید الان میام اینجا روی این یکی پای بلندم الان باید 3 تا پایه یکی شده بافته بشه، یکی در میونه. 2 تا زنجیره میزنم، میام روی این پایه بلند، 3 تا پایه بلند نیمه. 1 2 3. 3 تا پایه رو یکی میکنم. حالا 3 تا زنجیره میزنم. ببینید قلاب رو وسط زنجیره آخر و این 3 تا نخ جلوی 3 تا پایه یکی شده رو با هم میگیرم. نخ رو میارم رو، یه دونه بست، 2 تا زنجیره، میام رو پایه بلند بعدی که ببینید روی پایه بلندمون بافته شده اینجا یه دونه پایه کوتاه میبافم. 2 تا زنجیره روی
پایه بلند بعدی که توی این فضای 3 تا زنجیره بافته شده، اینجا یه دونه پایه کوتاه، یه دونه پیکوت. پایه کوتاه رو خیلی صفر کورش نکنید. 1 2 3. این زنجیرم نخ جلویی و این نخ جلویی پایه کوتاه، این 2 تا نخ رو با هم میگیرم، یه دونه بست میزنم، 2 تا زنجیره، میام روی پایه بلند بعدی که روی این پایه بلندم بافته شده، اینجا یه دونه پایه کوتاه. میبینید یکی در میون بافته میشه، یه دونه پایه کوتاه بالاش پیکوده، یه دونم 3 تا پایه یکی شده داریم. دوباره 2 تا زنجیره رو پایه بلند بعدی، 3 تا پایه بلند نیمه، 1 2 3. یکیش میکنم، یه پیکوت بالاش میبافم، 3 تا زنجیره، یه دونه بست، 2 تا زنجیره میزنم، میام روی پایه بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه، 2 تا زنجیره رو پایه بلند بعدی، اول یه دونه پایه کوتاه، یه پیکوت، 3 تا زنجیره، این 2 تا نخ رو میگیرم، یه دونه بست، 2 تا زنجیره رو پایه بلند بعدی، یه دونه پایه کوتاه. بافت حاشیه‌مون به همین شکل دیگه، باید بافت رو به همین صورت ادامهش بدیم تا به این قسمت وسط که میرسیم. ببینید من روی این کار بهتون نشون بدم. به این قسمت وسط که میرسیم میبینید این پیکوت آخر رو که بافتم، بالای پای کوتاه هم پیکوت رو که بافتم، اینجا دقیقا مثل همون الگوی بافتمونه. اینجا میام روی پای بلند یه پای کوتاه میبافم، روی این 3 تا زنجیره وسط کارم من یه دونه گل بافتم، یعنی یه دونه پایه 3 تا یکی شده، بالاش یه پیکوت، دوباره برگشتم اینجا با پایه کوتاه شروع شد، بالاش پیکوت بافتم، دوباره همون پترن بافتمون تکرار شد تا رسیدم به انتها. انتهای کار که رسیدم ببینید اینجا مثل همون لبه کار که شروع کردیم، اینجا اومدم پایه کوتاه آخر رو که بافتم، 2 تا زنجیره زدم، روی پایه بلند آخرم یه دونه پایه بلند بافتم. بعد از اینکه این پایه بلند آخر رو بافتم، بند دوم رو هم مثل بند اول اومدم اون قسمت اول کار، این بند اول رو من 90 تا زنجیره زده بودم، اینجا آمدم 90 تا زنجیره زدم، حالا شما هر تعدادی که زدید زنجیره زدم، اومدم این قسمت این 3 تا پایه یکی شده این توپی این سر کار رو بافتم، دوباره برگشتم بس زدم، اومدم انتهای کار نخ رو چیدم. پس بند دوم رو بعد از اینکه پایه بلند آخر رو بافتین بدون اینکه نخ رو بچینید، ببینید 2 تا زنجیره اومدم بالا، پایه بلند آخر رو بافتم، بند دوم رو هم بافتم، برگشتم به سمت پایین، نخ رو قطع کردم و انتهای کار نخ رو بردم پشت کارم مخفی کردم. فقط زنجیره آخر رو که بست میزنید روی این پایه آخر این 2 تا نخ جلوی پایه رو بگیرید، اینجا هم یه بست بزنید که بندتون وصل بشه و این قسمت کشیده نشه. نخهای اضافه رو پشت کار مخفی کنید. بعد حتما یه بخار حسابی بدیم بزنین خنک شو، میتونید بردارین و ازش استفاده کنید. یه بافت فوق العاده شیکی داره که میشه این باندانا رو فقط روی سر نمیشه استفاده کرد، میتونید به عنوان حالا تزیینی روی شلوار، روی دامن یا پیرهن هم میتونید این کار رو ببندید. فقط باید بند رو بلندتر بگیرید و این حالت مثلثیش رو دیگه دست خودتونه، میتونید حالا بزرگترش کنید یا کوتاهترش کنید. کوتاهتر روی شلوار قشنگتر میشه، حالا اگر دوست داشتین میتونید بلندترش هم بکنینش. اگر دوست داشتین تکنیک های دیگه یاد بگیرین توی بافت باندانا، تکنیک ها و نکات تمیز بافی رو یاد بگیرین، میتونید حتما دوره باندانا رو شرکت کنید که من توی دوره باندانا حدود 15 مدل آموزش گذاشتم که تمام نکات تمیز بافی و این لبه کار رو توی مدل های مختلف آموزش دادم. امیدوارم که شما هم ببافین و ازش لذت ببرین. ممنون از اینکه همراهیم کردین.